آیا شما دغدغه یاد گرفتن حرفه‌ای ماینکرافت دارید؟ آموزش حرفه‌ای ماینکرافت برای مبتدیان. ببینید اگر شما میخواید آرموراتون مثلا دایموندیه به بهترین و حرفه‌ای ترین روش، مثلا من دایموند باید بازیتون روی حالت وایسی من شب و فعال کنم چطور که شب گوشمند سیاه پوست نجات پرست دیزرت. بعد باید حتما تو بایوم دیزرت یه کاکتوس 3 تا باشه. حالا اگرم 2 تا بود اشکال نره، ترجیحاً میگم 3 تا باشه. شما میایید یه تخت میارید، تخت میذارید بغلش اینجوری کاکتوس متریک میذارید یه ذره با فاصله کاکتوس. خب حالا حواسم نبود اینجوری میشه. بعد میایید یه ریگ اسپام پوینت ست، حتما با روز باشه تا اینو شب شه. بعد میخوابید. شما میخوابید اینجا یه با لیو بد میکنید، میخوابید. لیو بد میکنید، میخوابید. 2 بار این کار میکنید بعد میخوابید. وای میسید تا قشنگ کپه مرگ بزنه. حالا وقتی که صبح شد اینجا شما میبینید. حالا میگی چرا نیومد؟ افتاده پشتش. دوباره من لوت بکنم این ورد ویلیج. چه این سیت یه چیز خیلی خفنه. اون یه ذره برید جلوتر که دیدید من رفتم قسمت تیزر کشتی بود، یه نقشه که همون نزدیکای گنجش و ویلیج دادم. وای خب همینجا بچه یه نکته توی پیدا کردن گنج، هر وقت شما گنج خاصی پیدا کنید من یه ساعت اینجا فهم من آب خالی کنم مثلا بگردم. آخر این نکته رو بدونم. شما میایید اول تو قسمت مپ، حالا من فعلا پیدا نکردم، بعد میایید بعد به سمت شمال وای میسید. به زامبی فول آرمور اینجوری وای میسید، میرید همینو میرید پایین. من پیدا کردم چطور بگید گنجشو این چیست خالی میکنید. خالی میکنید. من اومدم اینجا که بهتون یه آموزش خیلی حرفه‌ای کلاسیک تاکسیک بهتون بدم که نکشه موضوع راحت هر ستانه خالی کنید. روشن خیلی چطور برتا چی فلاشین دور از این استیک بیستونان یه داره همچین چیزی میاری اینجا بخت میبینید که روی میزن. خب دوستان من باید یه جوری بکنید اینجا. بله